دستگاه ابزورشن یورک روشنه، دمای سلوشن 75 4 بر کیلو 78 ستون از اون نورمال داره کار میکنه و به خاطر اینکه برجمون مشکل داره دمای ورود از 12. الان من یک کاری بکنیم با یک پمپ سیرکولر داره کار میکنه، میخوایم پمپ سیرکولر رو 2 تاچ بکنیم که گردش آب بهتر بشه، بعد ببینیم که دما که تغییر میکنه. پمپ شماره 4 داره کار میکنه. الان 3 رن اضافه میکنیم. الان دورش هم کنترل میکنیم به این جهت کار کنه، دورش هم درسته. پمپ 4 که روشنه، پمپ 3 هم روشن کردیم. الان والفاشو باز میکنیم. در این مجموعه انبساطمون نوع باز هست، گردش آبمون هم خیلی عالیه. حدوداً 10 دقیقه هست که پمپ دوم سیرکولر روشنه، دماش رو 14. با توجه به این که شرایط همه یکسان هست، علت رو در کامنت ها بفرمایید.